چرا اکثر تریدرها تا معامله‌شون رو باز میکنن استاپ میخورن و بازار دقیقاً از همونجا برمیگرده پایین؟ بریم روی چارت بهت بگم. ما امروز توی چارت طلا پترن QM تشکیل دادیم، یه الگوی کلاسیک که سنترال بانک ها ازش استفاده میکنن. QM میتونه تغییر ساختار بده و روند مارکت رو عوض کنه. این پترن دقیقاً در روند صعودی آخرین سقف خودش رو میزنه. اینجا جاییه که مارکت میکرها سلر هستن و استاپ تریدرها رو میزنن. توی طلا دقیقاً این اتفاق افتاده. ما یه سقف داریم، بعد قیمت یک کف جدید ساخته و الان برگشته روی محدوده خنثی. خواستم به اطلاعتون برسونم که الگوی QM از قدرتمندترین پترن های بازارهای مالی هستن و وین ریت خیلی بالایی دارن. اگر این تحلیل بهت کمک کرد لایک کن و حتما ویدیو رو برای کسی که همیشه استاپ میخوره بفرست. اگرم دوست داری یه سیگنال خفن روی طلا بهت بدم که 100% تیپی بشه، کلمه QM رو کامنت کن.